افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام شیرینکونی بیبی. اینک باز وقتی افسانه خوانی رسید. شما آماده اید؟ امشب من برایتان از کتاب افسانه های خلق تاجیک یک افسانه 3 دروغی که هر کدامش 40 دروغ دارد را برایتان میخوانم. اینک آماده اید؟ رفتیم. بود نبود، بودگار بود. زمین نبود، شودگار بود. یک کلی ارزنکار بود. یک تا نخود بود، خودش بسیار بود. در سرطاق نام قشلاق زندگی میکرد و یک مادری پیری داشت. نام اصلیش ایاردین و کسب اصلیش پادبانی بود. با پادای وی نه گرگ نزدیکی میکرد و نه خرس. ایاردین پادش را همیشه به هزارمیش نام کوهی سر علف میراند و لب جویبار و سر سنگ نشسته کپکی بریان و فطیر تصفان خورده گل چیده و به پشت گوشش زده کیف و صفا کرده میگشت. هر روز سوداگران از قرطاق به قلعه سرواده گذشته در قشلاق سرطاق دم میگرفتند. روزی دسته سوداگران همراه پسر میر قرطاق به قلعه سرواده رفته در بازگشت در قشلاق سرطاق دم گرفته. آنجا در سر دسترخوانی پر از ناز و نعمت درباره قلعه سرواده و میر آن واقعه های عجیب نقل کردند. غمگین و مایوس بوده است پسر میر قرطاق. از سحر تا شب آب دیده می ریخته است. سوداگران نقل کردند که میر سرواده 3 دختر داشته است. 2 دخترش را به شوهر داده خاطر جمع شده است. لیکن دختر خردیش که خریبانو نام داشته در حسن و لطافت همتا نداشته است هر خیل بهانه ها کرده اختیاری شوهر نمی کرده است. آخر که پدر و مادرش به حال و جانش نماندند، یعنی خواهی هم به شوهر می دهیم نخواهی هم گفتند، دختر در نزد آنها چنین شرط مانده است: من با کسی می رسم که 3 دروغ گوید و هر دروغش 40 دروغ داشته باشد. گفته است دختر. بسیار امیرزادگان و پادشاهزادگان بای بچه ها و عملدار زادگان آمده این خیل 3 دروغی هر دروغش 40 دروغ دار را گفته نتوانسته به مرادشان نرسیده رفتند. پسر میر قرطاق هم یکی از آنهاست که شرط دختر را اجرا کرده نتوانسته نامراد شده است. گفتند سوداگران: ایاردین این گپ عجایب را شنیده تازان پیش مادرش رفت و شنیده هایش را یک به یک به مادرش نقل کرد. بعد سوگند خورد اگر رفته دروغ پردازی را به اوج علایش رسانیده دختر میر سرواده را نگیرم، در این دنیا نامی یگید یعنی جوان مرد به من حرام است. گفت او. مادرش باشد داد و فریاد کنان: بچه جانکم، دل و جگرم، آرامی جانم، من بدو شدم را
هرچی که یافتم و بودم و تافته بودم، یک پول سیاه نماده صرف کرده، به 100 مزار نکچه گرانده و نظر داده، با خواست پروردگار تو را یافتم. تو با آن میری سرواده که بیرحم است و جلاد سر به سر نشم. تو یک پادبانه کجا و داماد میر شدن کجا؟ تو پیشوا یک پشه هم نیستی؟ نابود میشوی پسرم. بیکس و غریب میشوم من پسر جانم. گفته زار زار گریه کرد. کلی عیار بود. علاج کار جست. 100 بهانه پیش آورد و 100 دروغ به مادر گفت و راه قلعه سرواده را پیش گرفت. به قلعه رسید و به پاسبانها گفت: از میر قره‌طاق به میر سرطاق نامه مخفی دارد. فرمان گرفته است که به واسطه به دست میر سپارد. دربانان او را راست به پیش میر درآوردند که همه وزیر و وزرا، شیخ اسلام و قاضی کلان آنجا حضور داشتند. کلی عیار آداب سلام را به جا آورده در پایان خانه دو زانو نشست و به نقل سر کرد. جهان پناه، گفت وی، من فرزند یک کمبغل هستم. از پدر و مادر یک تا زایده شده بودم. مرده 3 نفر ماندیم. من جامه بی آستین، اکم جامه بی بر، اکم جامه بی دامن می پوشیدیم. ما هم دیگر را نمی شناختیم. چه خیلی که کور را در شب تاریک می شناسد، در یک شب تاریک ما هم دیگر را دیده شناختیم. قرار دادیم که به سیاحت دنیا برآمده پستی و بلندی عالم را می بینیم. اما نه به گوشه راه می رفتیم و نه به مابین راه. رفته از مابین راه برآمده ماندیم. رفتیم و به لب سایه رسیدیم که نمی آبی نبود. ماهیگیر 60 افکنده است و خودش کجای رفته است. ما از 60 3 ماهی به دست آوردیم. یکی مرده و 2 دیگرش بی جان بود. ما ماهی ها را یکتگی گرفته به راه برآمدیم. به جای رسیدیم که از پیش 3 خانه برآمد. یکی از این خانه ها بالایش کشاده بود و 2 دیگرش بام نداشت. به خانه بالا کشاده در آمدیم که 3 تا دیگ واقع بود. تگ یک تاش شکاف بود و 2 دیگرش تگ نداشت. ماهی ها را به دیگ تگ شکاف انداخته، علف را چند ساعت علنگه داده چنان پختیم که گوشتشان از استخوان جدا شد و گرمی به بدنشان نگذشت. ماهی ها را با اشتهای تمام خورده بر زگاف بر این فربه شده از در برآمده نتوانسته از تاقچه از تریزه برآمدیم. هر 3 به راه برآمدیم و رفتیم به تگی یک بیدی کلان رسیدیم. بید باشد نه شاخ داشت و نه برگ. زمین یخ بود و هوا گرم. ما در سایه بیت کمتر استراحت کردیم. از کجای یک خرگوش پیدا شد. ما از بیت کلان 3 چوب دست بریده خرگوش را زده کشتیم. 6 من گوشت کرد و 6 من روغن. دادرچه امان 6 من گوشت را در یک دم خورده تمام کرد. روغن را من صاحب شدم. اکوی و اکویم از پیش من قهر کرده رفتند. من روغن را بر چارقهایم مالیدم. فقط به یک پاچه چارق رسید و پای دیگر بی روغن ماند. من باشم برگشته خواب کردم. اما وقتی بیدار شدم که چارقها هم دیگر را زده ایستادند. اینش به سر ویش مشت بزند، ویش به سر اینش. از سرشان چرس علف می پرد.
من اونها رو از هم دیگر جدا کرده دوباره خواب کردم. وقتی که از خواب خیستم چاروقی روغن خورده به تگ سرش بالیش مانده خوابیده بود و چاروق بی روغن قهر کرده رفته است. من چاروقی روغن کرده را پوشیده به خانه آمدم. بچه های عزیز، شما قسم اولی افسانه 3 دروغه که هر کدامش 40 دروغ دارد را از موج رادیوی تاجیکستان شنیدید. قسم دویم این افسانه رو پگاه در همین وقت و ساعت از موج ما شنوید. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین